همین زن قبول کنیم. سلام علیکم. همه باید گفتم گفت کنم. السلام علیکم. علیکم السلام. شام بخیر برادر عزیز. تشکر. اگر اجازت باشد من فکرم درباره این قضیه عزت امان کمتر بیان میکردم. من دیروز در یک برنامه در شبکه یوتیوب دیدم که همون در تهمتی که به عزت امان کرد یک مرده که باز در نزد همون ارچه های امنیت که همون ویدیو کردگیم تیار کردگیم گفت که من هم قدر پول دادگی هم قدر برای چی انا پولی هوای عزت امان گرفت فریب کرد انا مایلش برای چی تا همین وقت در یگان کس هوای ویدیو نکرد یگان جا با پروماده نگفت که عزت امان پولی من گرفت. چرا وقتی که عزت امان قطعا بردم و همینجا امالی بگوید یگان انسان دیگه هست که مثل همین حالت که عزت امان پولی او را گرفته باشه کلیدش کردگی باشه مرحمت اینم برنامه آزاد بیاین تو گپ زنیم. چون میکنین ساختکاری را از اون طرف بگیم رحمانو خودش چهارتا بس بالاش هم میبره این همه ساختکاری است. باز انا همون ارچه های نزد امنیت باز همون کدام کمبغل بیچاره به فکرم پول داده به همین پروتیف عزت برآوردگی. شخصا من به خدمت عزت امان نرسیده است. نه که من هم از صحبت‌های وای برادر هم قد از خدمت‌هایی که به دیگران کردگیم من 100% هزاران بار منت دارم. این خلقی بیچاره کمبغل دستگیری میکرد مهاجرای چقدر گویم درباره دکومنتاشون چیشون دستگیری میکرد. من باور کنید درست شد در همه شبکه ها میبینم همه خیلی شد باور کنید همین کلو محکم میشه. امام علی الهی خانت سوزد چون کشیر مردوی نیست بکنی فرزند تا الهی خدا تا روی سینه جان شکره که بفهمی که داخل فرزند چیه. بالایی که یک نیکی ها تان در دولت نمیرسد چون فرزندای مادره که به خون جگر کلام میکنن میخوان در پیریوشان دستگیر شود شما میبرید در کون زندانشون. من هم برنامه شما که حسین در آمدم با خنده جواب میدادم میگفتم اما این برنامه من نتونست من نمیتونم دیگه خودم. من در مهاجرت هستم. ای شهرمندو التماس پشت تلفن گام نزنید. اما هم پدری فرزندش هست اما هم شوهر یک زنی هست که من یا بیگانه همینقدر برای وای میسیدم نزدیکای بچه میسیده باشم. الهی خونه حقتان سوزد حکومتی رو. خدمتی که عزت امان کرد یکم تای شما اقلا توی یک خلطه آردم مهاجرای آردم بوده بوده یکی این مرده کرد. شما میتونستید کنم شما میتونستید که برای یکی مهاجرا انا فلان مرده کساله یا نودار هست خدمت کردن در کار چون پساست و نکرد چون یک کارگری حکومت همینه نکرد. امام علی حالی نمود خداوند الهی در بستر بیماری همه پوست و استخوان شد عذابی دادگی تا به مردم کشیدم ما تماشا کنیم. تشکری زیاده خیلی صحبت کرد. سلامت باشی خوب این آواز باید در رگ و پیوند هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان داخل شد. این فریاد و ناله زنها این به همین شکل زن حاجی عمر یک زمان میگریست و همین زمان یک وقت زن برادر مقصود ابراهیم رو میگریست به همین شکل مادر برادر احسان آدینه میگریست. همه ما اینمی تماشا میکنیم
همه ما و شما اینمین بعضی کسایی از اطراف بگیم نه این طرف ما اون طرف ما طرفدار حقم گفته اینمی تماشا میکردیم. همه مردی، همه جوان مردی امروز این حالت در سر خانواده عزت امان آمده است. امروز بیگانه ها برای این شخص میگریند. کنی بچه کو شما اگه از پشت مقصود ابراهیم نخستین که به خاطری که اون اینجا آدم سیاسی بودم در برزید حکومت چیزی میگفتن. بخواه انسان به شما کمک کرده و انسان برای شما دستگیری کرده، در سینه‌تون مشت میزنین یا تجیک میگین ما الحمدلله مسلمان. این برادر پیشتر زنگ زد ما پیغام دارم، همین چندین زنگ قبول کردم. اکا گوش کن، ما به نام الله قسم ما آمودم که جان ما بدیم، ما تیارم. یگان میلیونور کردی نه اکاولی نکردی. و مردم چی به مردم خیلی ملامت میگی؟ چرا مردم تو خودت که در این راه اولین انسان نشده قدم نمونده و مردم چرا چی حق داری که مردم ملامت؟ ما مبارزه با وجود این قدر بگیم که برآمدها و با وجود این قدر فشارها بالای خانواده هامان، با وجود این قدر تحقیرها و دشنامها و بازم ما زبان ما میخریم که ما یک نفر تحقیر نکنیم که گوش کن شما نامردین، شما بی‌غیرتین، شما ناموس ندارین. این خیلی زبان ما نمیگرده. ما امید داریم از اون جوان مردم، ما امید داریم از اون شیرای الله و ما امید داریم از اون فرزندهای اصیلی وطن. ما امید آرزو داریم. ما از مردم تاجیک، از مردم ازبک و از مردم قرغیز، از مردم لقای، از مردم قلوب، از مردم کامیر، از مردم ونج، از مردم خوجند، از مردم قرغند، دوشنبه، از مردم شهر و دهات ما امید داریم. ما این در دیوانمان کلمات ناامیدی نمیگنجد. هم یک انسان وقتی زنگش قبول میکنه اکا السلام علیکم و علیکم السلام، اکا ما تیارم. خیلی خوب. این به این تاجیکا نمیشوه. این تاجیکا همش مرغن میگه. ای برادر این گفت نگو. ما امید داریم از این مردم. ما هم از ما مردم همو شهروندای جمهوری تاجیکستان امروز اینقدر مقاومت کرده ایستیم در مقابل این ظلم‌های رحمانو، اینقدر تحقیرها را ما خودمان از سپر کرده و برای مردم و برای ملت و برای وطن این کار کرده ایستیم. ما هم از همون کشوریم. نه که این نمود گریه ها را وقتی میشنمی راستی دیگر ایمان میجوشه. من هیچگاه کوشش نمیکنم که از چشم من اشک بریزه. من اگر تیر دشمن در سینه من بخوره نباید از چشم من اشک بریزه. زمین را سوختند ای موج رستاخیز باران شد. زمین را سوختند ای موج رستاخیز باران شو، برو از قله آفاق خورشید بهاران شو. هوای دیگر میخواهد این اوضاع بی‌سامان. زبون کن لشکری شب را نسیم صبحگاهان شو. غوری و تازه برپا کن و از این بنبسته ها بگذر. به هم شو قطره قطره موج دریای خروشان شو. فرو رفتن به گرداب بلا هنگامه عشق است. اگر پابند عشق هستی حریف موج و طوفان شو. طلسم دیو را بشکن سرآید ظلمت شبها. چراغ روشن و تاریخ اجداد نیاکان شو. در آن جایی که حق پامال و آزادی بود در بند، فروغ راه آزادی و حق خواهی و احسان شو. علاج درد هجران، خوب گوش کنید، علاج درد هجران با شعار و شکوه
نتوان کرد. به ملاک عمل نوش و نوای این نیستان شو. نجات مردمان در همدلی و وحدت و یاری است. بپا کن جنبش و حماسه پیش آهنگ دوران شو. در این آشفته بازار سیاست ها مکن بیدار. زجا برخیز اگر خواهی رفیق دادخواهان شو. اصول کار همسویی ز خود بگذشتن است ای دوست. فدای ملت هر دم شهید و قهرمانان شو. جهان کهنه را بگذار با جنگ و جدلهایش. جهان نو برپا کن مشعل راه جوانان شو. جهان علم مشحون از هزاران آفرینش خواست. برا از قعر ظلمت افتخار عصر کیهان شو. زمین را سوختند اما به عمقش ریشه ها باقی است. بذر کن دانه همبستگی و هم رزم دهقان شو. که سوختن ها سرآغازی است رویش های دیگر را. بیا ای باغبان آینده سازی این گلستان شو. فهمیدین؟ حکومت رحمانوف به نابود کردن بهترین های ما، به نابود کردن جوان مردای ما در داخل و خارج کشور تا امروزه دست درازی کرد. ما همیشه دنبال کسی بودیم که یک لیدر در کاره، یک لیدر در کاره. هر کسی را که میشنویدی فقط یک سپیچکه در کاره، یک سپیچکه در کاره. ده ها تا سپیچکه را مفرد کرد. اکنون ما فهمیدیم که نه سپیچکه در کاره، نه لیدر در کاره. فقط صحبت در کاره. مردم فرهنگ سیاسیش بالا بردن در کاره. مردم در دلش شجاعت جا کردن در کاره. ما فهمیدیم که اکنون چی در کار بوده است.